بیا کن سلام علیکم سجاده جان کارگاه خوبه همه طرفتی نه گم نیست نه ماشا حاجی چند تا گفتی؟ 5 دلار 1 2 3 1 هر کلاس اینجا 5 تا همه قطعی میبری یا که خیلی پاکت بشن تمام رحمت از اون بیا بچه روز بگشید بیا اکا خوب است اکا تیجی کارگاه خوبه اکا من خودت نگاه ندارم با 6 تا نو همون 6 تا نو زنده باشه حاجی اکا جان حاجی 6 تا نو که باشه حاجی پاکت داره این پاکت داره نه پاکت داره 1 2 3 4 5 6 بیا اینا زنده باشه اکا حق گرفتی من اکا تو خرج دارم اون 6 تا گرفتگی با نه یک چورس میگم موندگی اختا های تمام با پاگا گام نیست اکا زنده باشه اکا گام اکا نه که میا گام همین راست دیگه پاپگو ما یا چرا نفهمیدیم اکا این اکا یا 6 سال شده 10 سال شد هم میای خودت همینجا همین هر بگه میای 6 تا نون بده 6 تا نون بده کجا الکه ازیاد کردم 6 تا نون همین من نفهمیدم برای چی 6 تا نون میخری فقط نفهمیدم نیو خیروستی که میرم میفهموندی انا جورام گوش کو وای خودت یوشتری ما دونو قرض دارم دونو قرض میتونم ادو تی دیگه شه خودم میخرم من در تعجب موندی خودت که خیلی من نفهمیدم دونو قرض داری دونو قرض دارم میبرم دو چه قرض دا میتونم دونو نی دیگه قرض میتونم دونو نی دیگه شه حتی اویلا میخرم اکا همین رو پرتر کده من رو بفهمون اکا من نفهمیدم چی خیلی اکا؟ انا نفهمید باشه گوش کن دو تشا میگم که پدر و مادر تو امروز مرا کلون کرد ای پدر و مادر قرض دارم دو تشا میبرم پدر و مادرم دا میتونم کمپیر و موسفید کمتر سین سالشون افتو استری کشیدگان دو تشا میبرم پدر و مادر دا قرض دا میتونم دو تشا با دو فرزند دارم فرزندا دا قرض میتونم عادت دیگه شه خودم میخرم انا برادرای عزیز فهمیده پدر و مادر دا قرض دارید فرزنداتون دا قرض بتن که آینده شما دا با اصل شما هولی هم نیومده ای بچه اومد بگوی ماشینا توزه کنه هم پیسر را تربیه کنی شما میکنه یک کاری خونه را بکنه اگرات بکنه ما کی بیام بچه تو نیست در خونه نمیدونیم بچه کجا دا میگرده فرزند تربیه کردن در کو آخر شما مرد شده پدر شده یک بار فرزندتان رو نصیحت نمیکنید آخر من چی کنم روزی دراز سحر میبروید نماز شام به خانه میدروید از احوالی فرزندت باره نشسته آن رو نصیحت نمیکنید من مادر چی کنم اوف زنک مرد و عدیر زن و خونه و در خونه کم تا بیکورتری همون فرزند تربیه کنی چون میکنه همون کاری دولت میکنی بیکور نیستی فرزند نصیحت که بگه همه بیان با خدشمو گم میزنم خدای بزرگ الانم رفت؟ خدا دیدی که رفت مادر جان همه رفیقای من با کوه تماشا رفته ایستادن همه پول جمع کردن همه صدسومی و من صدسوم دید من همه روم مایوفکا سرجان من پول ندارم آخه ندارم که وقتی که من و شما پول گویم شما پول ندارید آخر دیروز ما معاشهای ما رو گرفتیم با روزگار خونه صرف کردیم من دیگر پول او معاشهای خودتون معاشهای پدرم چی در دستم داری پول ندارم نگو فقط ندارم میگوی پول داری و من صدسومون دید من مایوفکا میروم پول ندارم آخر آرد روغن کارتشکال پیاز خریدم فقط شما بهانه‌تون همین پول نیست گپ همین کار همین وقتی که شما با کار میروید وقتی که پدرم با کار میروند همه کارهای خانه رو من میکنم دادرم رو من نگاه میکنم اوقات دادرم رو من میپزم اوقات خودم رو خودم من میپزم همه انمو جمع با من صدسومون دهی پسر جان جانی آچم با من گوش کن وقتی که تو در بطن من 9 روز و 9 دقیقه تو رو در بطن گردم مگر
این بی‌بهاست. وقتی که تو رو تولد کردم در گوره بسته شب‌های دراز نخوابیده شب و روز میکردم. پسرجانم این بی‌بهاست نداره؟ پسرجان مرا گفتن روزهایی که تو با اولین بار به مکتب قدم می‌نهادی و تو لباس مکتبی خریده از دست تو گرفته به مکتب بردن. این بی‌بهاست. بیا پسرجان اکنون من فهمیدم که تو همه چی رو فهمیدی. بیا رفتی من خوراک گرم پختم رفته خوراک میخوره. مرا ببخش مادر جان. من کیها تو رو بخشیدم پسرم. پسر رو قدری مادر دانکی دایی کشد رنجی پسر بیچاره مادر نگهبانی کند 9 ماه و 9 روز تو را چون جان ببر بیچاره مادر. مایلی بچه هم گب نیسته مایلی خواب جان یا چخته احتیاط که داداش الو چه بچه هم ساز تیج کرو سازه همه تینجه تا او چم چی خیلی سازه ها ساز کی باشه تا جان گفتم پلمل در کار نیسته تو رو رایی کنم آخه یکم سوم رایی کنم نه من پلمل رایی نکه همه خودت خطا اهده براش هم ما پل رایی نکه بچه همه خودت خطا خب احتیاط که همه تینجه اونجا گرمه خنک اینجا خنک اکی اینجا ناو خنکی کدسته و ناو کم برون افتوایی کم خنک کدسته و خانت ازن احتیاط که مایل سلام گو مایل خنکایم بچه هم از اوب میکشه چه خنک نیست مرده که دیر گفته گرمه همون یاد بگیره ارکن 10 بار میگم که ارکنه که بچه را یک بچه گفته این بچه را ارکه کدی نهرم که بودم گلی برو واردی مانی عذاب شبه کشم بخیر یا شایوالی اخی دلو میسوزه براش پول تا بیاری خاک بلند کنیم بیشتر گرم نزم پول تا بیار ساز تیج راسیا سازای بارف برگشته تیجم پلمل رای تا کنو میگم پلمل دارم پلمل تا رای کنو گاب نیست مالی خوب مالی ابورا خطی اوچه تم گاب زن کیه داداش؟ بچه تا گاب زن ای من بس الا ساز تینج رحمت بچه جان خودت ساز تینج میشوه امشب دخوام در آمده بده سازی آخه خیلی دخنکی و احتیاط که بچه جان نه سوم در کار نیست مادر سمی گلاو نیخته احتیاط که بچه هم گب نیست خواب مایلی خواب بچه جان خیلی احتیاط کن شکمت گشنه نمونه با مایلی مادر مقصی گب زنم اگه حرکت پرک نکنه چی گیر گشت میگه پرک رویتون کنم نه نگویش الو اخوام سمی گلاو تینج باشه گب نیست مایل بازو خب مایل چیزی خیبو بچه ما یاد کردم زنگش بزن بیای این زمستانی دیگه هم شید این خدا که از تاجیکستان اوجا چه خیلی باشه هم مردکو عدیر گفتن من یک مردکی دیگه یاد بگیر بفهمم این خودمو چیکار کردن درم راسته خنک هم کار میکنن اخی خدا در خونه گرم شیشته پروا نداری زنگش بزن بیای من یادش کردم من تلفن زنگش بزنم یکو بیچاره هر دو زنگ میزنه پول میگراید کنم چه خیلی پدر یه بار بیاش نمیگود دوگراف بچه نمیبرگو چه خیلی بچه سازی تینجی
پل مل تبمون اکا دیگه پل مل تبمون خیلی هازم بیلت بگی بیو هسته بیلت سمالات همون سامان ارد بیلت بگی بیو یا چاد یادت کده اکا یادت کده بخیر بیو اکی یادم کده سخت میخونه که با تاجیکستان بیام خیلی که باشه یگان سمرا اپلی رویم کنه نگنه حوزی بلد میگیرم میخیزم میام نمی هانسی خیلی هانسی سوزی تیجی کارو خوبه سلام ناز یانگا من سوزی یانگا جان تیجی کارو خوبه بچه کیه ناز بچه من واه تو هم که بچه دور شدی سوز دادر جان نازی سوزی اقانش زن شیر بچه خانزن این کایوس پت کنی تی بچه کدیه اقان تزن این روستی گاب در حیرت موندیم هانسیم گاب نیست کان تبزن این مقصد کی نوشه چی موندی آخی نومی بچه را؟ نوشه یگید موندم چی؟ یگید؟ گاب نیست یگید کان تزن یگید اگر همین بچه طرف یانگا هم رفته باشه یا گاب بشه لیکن طرف خود رفته باشه بچه ها چو بخفگی طرف خود رفته باشه اشما اولاد یگید نه میبرویا ها قشلاقدام نزدیک شدیم خدا شکره بوی قشلاق دیگه ایده این بوی خودور بوی یعنی من رو نه میشناسه راستی ما بودک بودیم وقتش ده سلام علیکم بچه سلام علیکم خوب هستی اکا تیجی کارا خوبه ها با خانم ها ببار بچه مکو ماله بیا مهمانه چما نه بشاری شناس میکنم بیش بچم در نام صدقه یا بچه ما خودتا نشناختم ما همین بچه های خطان مقامی در همین ده هم به دنیا اومدم هم دهی سنتودا تارو چیدگی ما بچه همین ده های آخه؟ بچه بای مراد بچه بای مراد خود ماری آخه؟ بچه مراد نشان یه ما شنیده بودم آخه همین که کارگاری پالان شده رابطه گیه گفتن ها حالی کارا چی کارا این پاستوک زده که کسا رو بروک خیر راستی گب رفتیم خوندیم راستی گب بازی ما بابی خالدار بای پراکرور یه بچه ایده های ما میاد پراکرور میبرم ده یه پراکرور ها همین ایشالا که با یک دست ما برسه با این رهار میکنیم ما دامت قشلاق آبادی فکری آبادی همین خلق داریم آبادی هم قشلاق داریم ایشالا خوبه بچم انا اونجا خالای ما یک بچم همونجا یک بلاکه در که من کو خان شب زنه بچم بخون کار کنید بچم کار کنید آبادی خوبه من خونه خودت تاو خیر انا میجا انا بابی خالدار بای انا بچم راکیرات چند پول میشه نکو بابی جان خیلی خفه ما نکم به پلای برای خود بابی جان 1000 رحمت یک دو بته فقط یک دو پراکرورم گفتی ها خای الهی نام بچم پراکرور بودی و سود شوی الله اکبر خیلی بابی جان سود شم یه بچم ما تو را یکم گپی خطا نزدم ما تو را گفتم رئیس سود شوی رئیس سود شم الله اکبر 1000 رحمت تا چو کردی؟ همین خیلی میگردی تی دیگه چو کردی بخوری؟ که بچه کلان شدی همین خیلی میگردی دیگه خرده که ما بتونم خیلی نمامت موز میاد تو مخی اوچاد همین خونه دا همه بور خونه در سری اوچاد موندگی الو که بچه کلان شدی ایجا خوزگور بره میگم زن بتنت نمیگی خونی بوی میرزو مراد بره میگم نمیگی آخی ده همین خشتاق خمانو تا کو یکم دختر معقولی دلی من نیست اخی چی نیست خوب بگانه در شهر خوندگی میاد تا تردیده مخی معقولی دلم نیست همینجا اینه جوری خالدار بای ما سه تا دختری خادرست داشته کدوم خالدار بای همون لقای بولوگی آنم لقای جورام دخترای خادرست داشته میره میاد یامور رو گرفته میتونم تا یگان خوش وای کی دختر داره من ندیدم دختر داره دختر داشته او خیلی که باشم میبینم هم مایده بودن خونش میرن مایده بودن کلان شدن دخترای خادرست با شاور رشیدیان خیلی که باشم مایل تا جون چیزایی که ختم بگین مایل تا جون پس بدرو خوش آمده میمونم بیشو که خانم بوشینه که الهی آمین خادم راسم بالا نرسم الله اکبر خوش آمده دیگه سوز همه
خدا باکم جورام خالدار بای ها شف نمیکنیم شفتالو گاب میزنیم شنیدم که 3 تا دختر قدرس داری بشورا همین بچم دا خواستگار اومدم دخترای من خواستگار اومد خواستگار اومدم اگر او خیلی که باشه همین پاک تا پالیک بخشیدم هم دختر من میاد فهمیدی خالدار بای رفیق خب هم دختراتا فایرو که همین بچی ما دختراتا ببینه کدومشه که خوش کنه همون شاکه میگیره میتیم دخترا ما دخترا مایلش زارا گل ریحان گل حسنی گل هر چت کوی جای نان و چای بیاره داخل مهمانا ده بیاره جگر تست بیاره خانشانم بزنه بجو که اینا حاضی میاین مهمان جان بیا اطلال ملتنه بیا دخترم بیا دخترم خوش آمده بیا دخترم خوش آمدن همچی که آمدن بیا یا نه اینا دخترای کاتا قدرت دخترای قدرت خوش آمدید میمانا خوش آمدید که دخترای توی کلون شیدیان دیدی دخترای آوردار نشیدیم باور که یک شنیدم که دخترای قدرت داشته همین بچه یا ببینه گفتم انا آشنا اینا دخترای من میتونی که کدامش انتخاب که میکنی اینا دخترای من کدامش انتخاب میکنی انتخاب کن تش مدشون شیله انگور نتتاینا آنیم نگفتمت که در پیش مهمان حکایت نتتاینا ای هندی شما در من ساستی در پیش مهمان حکایت نتتاینا انا آفرین شاگردان عزیز من خیلی خرسندم هستم که چون این شاگردا را علم آموختیم و سواد کردیم سلامت باشن انا طول 10 سال ما یک جایه بودیم انا که شما پرونچیک شده دو یک خیلتان به خدمت مادر وطن میروین انا یک خیلتان به دانشگاه داخل بشوین یک خیلتان به غریبی میروین انا که من این حال میخواستم که کی چشیدن میخواه جمال الدین جان بچم تو اگه انا خواندی طول 10 سال چی شدن میخوای در آینده ما استاد میخواهم به خدمت مادر وطن بروم یک پاسبانی خوبی وطن باشم پدر مادر ما پاسبانی کنم وطن ما پاسبانی کنم آفرین انا گل سربانو دخترم تو چی شدن میخواهی؟ من استاد میخواهم که در آینده یک مادر خوب باشم آفرین انشالله که یک مادر خوب میشوی تو یک مادر خوب میشوی آفرین انا کامل جان تو چی شدن میخواهی؟ مرا میگی استاد من میخوام که همه گلسره را برای مادر شیدنش کم کم یاردم کنم ای دکتر چو کردی؟ گروخ وای درد پیسه من بسیار تمارو با کوم نیست وای با مردن نزدیکی دکتر وای چی اینا بی دکتر یا بار بین التماس بین آوارد کنه بین این اونا مردای کو؟ ما زنده کو؟ نمیشه خوره؟ همین دکتر اگه چنیده نمیفهمم شرکت شفافرما پیشنهاد شما میکند برادران تاجیک در دولت روس در خدمت شما هستند سنگ گرده برای معده برای کسلی های دل قند تمام اینمو داروها برای شما طبیبان هستند در همین رقم ها زنگ زنید و شما توصیه می‌کنم شفا در دست خداوند است یک چیز سبب بشود
شرکت شفافرما در خدمت شما. داروها برای ریختن ریش، برای کم قوتی، بیزیوریوتی، فربهی، خرابی، سفید شدن پوست، تمام این نمود داروها پیشکش شما می‌گردد. تنها شما زنگ زنید، معلومات پوره را از طبیبان پرسید. باقی تن صحت و خانه آباد باشید.